من فکر میکنم که نقاشی پدر منه و از این پدر محصول شده سینما و ویدیو آرت. توی اون رابطه با پدرت، یعنی با اون مفاهیم نقاشی، من تونستم یک جزئیاتی رو و یک ظرافت‌هایی رو کشف کنم و یک چیزهایی رو جستجو کنم و قدرت اینو نقاشی داشت که یک چیزهایی رو در من درونی تر کنه، چون یک هنر تنها و فردگراییه و احتیاج به ممارست داره، احتیاج به همراهی داره و احتیاج به گفتگو عاشقانه تن با تن داره، یعنی دوتا موقعیت تنهان با هم، و احتیاج به کشف و شهود داره. تو اونجا به یک معناهایی میرسی که بعدها تاثیرش رو اینو توی کارهای دیگت میبینی. اما این مدیا و این پدر به هر حال باید، حسم این بود که یک روز باید رهاش کنم و برای گفتن داستان هام، قصه هام، اون چهارچوب کم بود، پاسخ اون قصه های ذهنی من رو نمیتونست بده. کربلا چون صحنه پیکار حق و باطل یا زهرا، کربلا چون صحنه پیکار حق و باطل، حق پرستان را همه مهر حسین اندر دل است، حق پرستان را همه مهر حسین اندر دل است. و احتیاج به یک فضا و امکان و معماری فراتری داشتم. در نتیجه خودش منو روند از خودش که برو جاهای دیگه و راههای دیگه. من فکر میکنم که این راز هنر شاید که باید بازی کنه بین دو موقعیت رویا و واقعیت. من همیشه فکر میکنم که اگه تو به طور کامل رویاتو از دست بدی، شاید مرگ روانیت فرا رسیده، و همینطور اگه به طور دائم در رویا باشی و واقعیت رو از دست بدی، شاید باز همون وضعیت رو برات پیش بیاره. این بازی پاندولوار در هنر بین رویا و واقعیت توی سینما به من خیلی پاسخ داد. یعنی ادامه اون بخش ابسترکت و دریمی که تو ذهنت داری به یک شکلی در تو ادامه داره، و اون داکیومنتری یا واقعیتی که تو جلوی تصویر میبینی گاهی اوقات تو رو حرکت میده به بخشای ابسترکت ذهنت، و بخشای ابستره و یا رویاهای ذهنی تو رو حرکت میده به واقعیت، و تو حد فاصله این دو موقعیت که میتونی یک معنایی رو پیدا کنی. کشته میگردد در این وادی ابر مردی بازار، کشته میگردد در این وادی ابر مردی بازار، بر غزالان حقیقت میزند یک گلگون، بر غزالان حقیقت میزند یک گلگون. یعنی بین واقعیت و رویا، بین واقعیت و ذهنیتی که داری، بین مفهوم رئالیسم و دریم، و
من فکر میکنم که چیزی به نام داکیومنتری مطلق برای من وجود نداره. یعنی توی فیلم هم این وضعیت هست که تو با یک استاتیکی از رویا روبرو هستی و کانسپت کلی ممکنه که واقعیت در اون معماری ریخته شده باشه، اما جدا از بازی با رویا و خیال نیست. من اول این نکته رو بگم که شخصاً سینما دوست نیستم. یعنی سینما به مفهوم سینما رو دوست ندارم و هیچ وقت یاد ندارم که رفته باشم در سالن سینما و فیلم سینمایی دیده باشم، چیزی به مفهوم اکشن و یا اون چیزی که فکر میکنم که خیلی حقه بازه و فکر میکنم که خودش رو تحمیل میکنه و جریان سازی میخواد بکنه و یا حتی میل به پیشگویی داره و خیلی بشر رو تحقیر میکنه و حتی آسیب میزنه یک جاهایی. و چون تصویر عظیم و بزرگی داره اسطوره میسازه و با این اسطوره میتونه مسیرهایی رو ایجاد کنه که الزاماً مسیر تحمیل شده ایه و خیلی مسائل دیگه که الان لازم نیست با جزئیات توضیح بدم. در نتیجه در کل مفهوم عشق سینما نیستم یا سینما دوست به اون مفهوم، اما یک چیز دیگری وجود داره که تو داستانهای خودتو، دنیای خودتو، تجربیات خودتو از یک پتانسیل شخصی تبدیلش میکنی، از تو میاد بیرون و یک وضعیت عمومی پیدا میکنه و میشه مال بقیه، که اینجا میتونه برای رسیدن به اون مسیر و هدفی که داره از یک مدیایی مثل سینما کمک بگیره. یعنی سینما به مفهوم سینماش اینجا نمیتونه حتی آسیب زننده است، میاد ابزار میشه برای یک داستان، یک قصه، یک استوری، یک درام، یک رمان و مسلماً از تصویرش هم نمیتونه جدا بشه، برای اینکه اون تصویر با اون جزئیات در کنار اون شنیدن داستان با هم یک معنایی رو ایجاد میکنن و مسلماً اینجا زبان هنره، نه زبانی که بفهمیم که داره چه قصه ای از اون جغرافیا گفته میشه. مسلماً یک قصه ای از یک نقطه‌ای در این کره زمین داره گفته میشه، اما اینجا سینما بهش کمک میکنه. اگه اسمشو بذاریم سینما، بیشتر به نظر من باید بذاریم تصویر. کمک میکنه که این از یک زبان جغرافیایی و فقط یک داستان تبدیل بشه به یک مفهومی که مخاطب بتونه باهاش وارد بازی شه و چشمش ببینه، صدا رو بشنوه، سابتایتل رو بخونه و یه رابطه مثلثی به وجود بیاد بینشون. صدات انقدر قشنگ و خوبه که اصلا آدم به بقیه چیزات فکر نمی‌کنه. هرچی از خدا بخوای اونجا میگیری، شک نکن. راستی فرناز جونم، امروز باید کرم جدیدتو بهت بدم. من فکر میکنم که واقعیت امر اینه که من به تصویر نیازمندم. یعنی ایمیج هایی به کمک داستان های من میاد و داستان های من به کمک ایمیج ها میره، تصاویر میره و این دو به هم به شدت محتاجن برای اینکه برسن به اون کانسپتی که قراره برسن. من فکر میکنم که
همیشه رابطه برای من بین دو نفر شکل میگیره. من فکر میکنم یک شاعر اول فقط برای یک نفر داره شعر میگه و اون شعر عمومیت پیدا میکنه و میشه مال همه. من فکر میکنم که مثل یه عشق بازیه، مثل یک عشق ورزیه. تو برای یکی میسازی و میشه مال همه، چون توی اون رابطه عاشقانه حقانیتی وجود داره که یک معنایی به خودش میده که توان عمومیت پیدا کردن رو پیدا میکنه، به دست میاره و قدرت به نظر من گفتمان عاشقانه بالاست. مخاطبم همینطوره. گفتگو با مخاطب یک گفتگو عاشقانه است. یعنی وقتی مخاطب ایمیج رو میبینه و صدا رو میشنوه، اون میشه یک موقعیت و خودش موقعیت دوم. باز یک رابطه دو نفره است و یک رابطه دو نفره است که دارن با هم یک دیالوگ و یک گفتمانی رو آغاز کردن. حالا اگه توی فیلم هایی که محور دیالوگه، محور استوریه، من شخصا خیلی باور ندارم که تو بتونی اون رو فقط گوش بدی و تصویر رو نبینی و بتونی تاچش کنی. مثل یه ساختمونی میمونه که نصفش نیست و تو هر لحظه بری توش ممکنه فرو بریزه. تعادل نداره. خیلی خوشگل شد. صورتم میخوره به دیوار. همه میترسن، اصلا کسی جرئت نمیکرد من اگه میخواستم صورتش از ریخت بندازم که انعام خوردم. در نتیجه نمیدونم اونجا چه اتفاقی میفته که اگه قرار باشه که تو دیالوگ بشنوی و تصویر نبینی و یا برعکس. من فکر میکنم که اونجا دچار یک نقص عضویه که رابطه باهاش سخت میشه. اما رابطه با دیالوگ، رابطه با یک مفهوم شاعرانه است به نظر من. یعنی تو وقتی که دیالوگ رو میشنوی، داری خودت هم میشنوی، مموری خودت هم میاد جلو و تصویرم میبینی. یه آغازه. حالا یا همراه میشی و یا نمیشی. تو باید اگه بخواد شروور بگه من گوشت رو قطع میکنم. تو حاضری بایستی رو صورت من اسید بپاشم؟ پشیمونم باید میکشتمش. پشیمونم. من شخصا معتقدم که فیلمساز خیلی خوبی نیستم و اصلا دغدغه من نیست که بخوام فیلم سازی کنم. چیزی که دغدغه منه خود ذات هنره و خود مسیر هنره و خود چگونگیشه. و چیزی که خیلی مهمه اینه که برای شخص من اینطور نگاه نمی کنم که خب الان باید یک فیلم فیکشن بسازم، حالا داکیومنتری بسازم. اینا اصلا از هم جدا نیست برای من. اینا همه مثل یه فرش ایرانی اگه بخوایم بزنیم، تار و پودش تو هم تنیده شده و همینطور خط به خط میاد رو هم و بعد یک تصویری رو میسازه که تو وقتی بهش نزدیک میشی چیزی نمیبینی، یک جزئیاتی رو میبینی و یک سری رنگ‌ها رو وقتی دور میشی در یک لانگ شاتی، حالا میتونی یک ایمیج بزرگتری ازش داشته باشی که بله این یه فرشه و یه گل‌هایی هم داره و فرم‌های هندسیش هم کامل ببینی و دریافت کامل رو داشته باشی. مسیر کاری من برای من همینه. توی جزئیات ممکنه فکر کنی همه با هم خیلی متفاوتن، یعنی نزدیک شی فکر کنی این مربع فرق داره با مثلثه، فرق داره با رنگ آبی، قرمز، زرده. بله فرق داره، اما وقتی دور میشی فاصله میگیری از کل اون موقعیت، میبینی نه، این در یک کانسپت یک کانسپت بزرگتریه
که من دارم توش راه میرم و حالا میتونی اون دریافت رو کامل داشته باشی. این نیستش که من هیچ وقت داکیومنتری محض که نمیدونم اصلا یعنی چی نساختم، هیچ وقتم فیکشن محض که نمیدونم اونم اصلا یعنی چی نساختم. دزد واقعیتم به شدت و عاشق واقعیتم و به همون اندازم به شدت مقهور دریمم. و دزدی میکنم از زندگی و به خورد رویاهام میدم و گاهی اوقات از رویاها به واقعیت وصل میکنم و توی این فضای یه خلأ عجیبی به وجود میاد برام که این موقعیت رو به وجود میاره که تو یک فیلمی رو بسازی، حالا اینکه این الزاماً داکیومنتری، فیکشن، دراما، به نظر من هیچ کدوم از اینا نیست و همه اینا هم هست و نمیتونیم تعیین کنیم خطی رو براش. در مورد کریتیویتی و خلاقیت بگم که یه چیزهایی در موقعیت بیرونی تو رو دچار یک شعفی میکنه، تو رو دچار یک جریانی میکنه و تو میری که یه چیزی رو در تو برانگیخته میکنه و تو نمیدونی اون چیه، نمیتونی بفهمی این چیه که داری میدوی دنبالش و میخوای بغلش بگیری و تاچش کنی و بعضی اسمشو میذارن خلاقیت. بعد از اینم که بغلش کردی یک لذت عجیبی به تو دست میده که دوباره میخوای اینو تجربه کنی و در جستجو راهکارهاشی که چی تو رو میتونه دوباره به همون حس عجیب ساختن، میل عجیب ساختن برات گردونه و خب میگی دنبالش میری، پیداشون میکنی توی موقعیت‌های بیرونی، گاهی اوقات هم توی فضاهای درونی، چون بیرون و درون به نظر من اصلا یکی هن و اینا هر دو هم کمک میکنن. من فکر میکنم که زندگی بدون هنر به نظر من به شدت کسالت آور و بورینگه و هنر زندگی به نظر من به شدت محتاجه به هنر، برعکس اون چیز خیلی ها ممکنه این تصور نداشته باشن، فکر کنن بدون هنر حالشون خوبه. من باور ندارم، شاید نمیدونن که حالشون خوب نیست و از اون سمت هنر هم به شدت محتاجه به زندگی. یعنی من فکر میکنم زندگی و هنر به هم به شدت نیازمندن برای بقای هر دوشون و در نتیجه اگر رول یه آرتیست توی جامعه من نمیدونم چیه، برای اینکه هنر جاب نیست یا یک هنرمند یک شخصی هست و دغدغشه و داره باش زندگی میکنه و از خودش یک چیزهایی رو تراوش میکنه به بیرون که میتونه عامل یک جریان و آگاهی و استاتیک نوین و معناهای جدیدی بشه توی زندگی، یا نیست، وسط نداره. اما اینکه هنر دچار مارکت بشه توی دنیای امروزی اجتناب ناپذیره، اما یک چیز بسیار مهمتری وجود داره و اون اینه که باور ندارم
آرتیست واقعی، هنرمند واقعی، برای هدف اقتصادی و برای هدف مارکت و یا برای هدف پول اثر هنری رو تولید بکنه و مخاطب باهوش و منتقد باهوش اون رو به عنوان اثر هنری بپذیره، اگر هدف اون هنرمند پول باشه. اما اگر هدف یک هنرمند خود اثر هنریه، اگر اون اثر هنری تبدیل به پول هم به مفهوم نه کالا، به مفهوم نه ارزش اقتصادی، اگه خریداری شد و یا جریان پیدا کرد در یک خونه‌ای، در یک موزه‌ای، در یک مکانی و دیده شد توسط اشخاص بیشتری، خب چرا که نه؟ من فکر می‌کنم که تو همیشه خیلی سخت میگی که لحظه قدرت تو فراموش کردن نه بخاطر سفر. بله شما تو جوابان گذاشتم این لباس سرم بزنم دیگه تمومه. پس اینجا به نظر من انگیزه هنرمند مهمتر از نتیجه است. چند روز مدتیه که کارای میتونم این مثال رو بزنم برای اینکه مثال خوبیه، منو به فکر فرو برده. مدتیه که کارای یک آرتیست انگلیسی رو به نام داگلاس وایت میبینم. یه الکتریسیته هستش که روی یک تخته حرکت میکنه و خیلی خشن اون تخته رو میشکافه و میسوزونه، اما ردی که میذاره از خودش بعدش یک زیبایی ظریف شاعرانه است و خودش توی صحبتاش هم در مورد رابطه خشونت و ظرافت صحبت کرده. من بعد از اینکه خوندم و گوش دادم، نمیدونم چرا با دیدن این موقعیت و خوندن نقطه نظراتش یاد کشورها افتادم، یاد سرزمین ها افتادم، یاد مردم افتادم که توی هر کشوری خشونت و ظرافت رو نمیتونی از هم جدا کنی، چه در ایران چه در بیرون از ایران. در ایران یک دیکتاتوری خشنی وجود داره، اما در مقابل اون میبینی تعجب میکنی در این دیکتاتوری خشن چطور مردم انقدر شاعرانن، چطور وقتی عاشق میشن فال حافظ باز میکنن و هر مشکلشون رو از شعر میخوان، چطور وقتی از دست میدن حافظ باز میکنن، وقتی منتظرن حافظ باز میکنن، چطور عباس کیارستمی حتی به عنوان یک فیلمساز میاد هایکو میگه و دست تو شعر حافظ و مولانا و سعدی میزنه. این روح شاعرانه و رمانتیک و ظریف در کنار این میزان خشونت و دیکتاتوری چطور ممکنه؟ برعکسش هم در کشورهای دیگه وجود داره و خیلی به یه حس درونی رسیدم که چقدر عجیب، چطوری میتونیم قضاوت کنیم و مرز این قضاوت کجاست که سازندگی و خلاقیت در چه کشوری میتونه مناسب باشه. به نظر من قابل پیش بینی نیست، یعنی یه آدم‌های توی اون خشونته به یک ظرافت‌هایی میرسن، یه آدم‌های توی یک ظرافت به یک خشونت‌هایی میرسن و اجتناب جدا ناپذیره و ممکنه که صدایی که از کشور من میاد بیرون از ایران یه صدای خیلی خشنی باشه، اما باید یه ظرافت‌هایی هم اون تو پیدا کرد که الزاماً غم انگیزه اگه بگم محصول خشونته. محصول خشونت نیست، اما کنار خشونته، بغل خشونته ایستاده و شاید حتی قوی تر از خود خشونت ظرافته. رو همین حساب
فکر میکنم که باید، نمیدونم برای خیلی شاید پیش اومده در مورد ایران و یا هر کشور دیگه ای، شاید برای شما پیش اومده باشه که من از دور یک فرمی رو ببینید و فکر کنید که یک مرغاب، یک اردک یا یک پرنده است. بعد برید بهش نزدیک شید، یهویی ببینید یه مار کبراست و میاد سمتتون و میخواد نیشتون بزنه. تصویری که شما پرنده داشتید مطابق شده بوده با اون مار. به محضی که بهش نزدیک میشید میبینید که اون تصویرتون نی. و یا برعکس، از دور فکر کنید یه مار دارید میبینید، آروم و با احتیاط بهش نزدیک شید و ببینید یک پرنده زیباست. صدایی که ما از هر کشوری میشنویم نمیدونیم چقدر با تصویری که ما دادن واقعیه. باید به اون موقعیت نزدیک شیم و ببینیم که چه زیبایی ها و ظرافت هایی تو ذات اون خشونت وجود داره و یا برعکس چه خشونتی تو ذات ظرافت و زیبایی وجود داره.